نفهمی بزنه. یعنی من قصه براتون گفتم، یعنی ما یه آخوند داشتیم تو اصفهان، خدا رحمتش کنه، حاج آقا رضای هرندی. هیچ بگیم که خستم نشن همه. این 4 تا زن داشت، واقعا هنرمند، خدا رحمتش کنه. حتی خدمت امام زمان هم می‌رسید ها. زناش هم حالا برات میگم، یکیشون کور بود کلن نابینا، یکیشون بنده خدا از نظر ظاهری میگم خیلی زشت بودین که میگم 4 تا زن داشتن، یعنی زنهایی که خیلی مثلا 2 تا دیگهشون بیوه بودن، فقط به خاطر که بچه یتیم داشتن. اینجوری نبوده که تا میگم 4 تا زن میگن عجب آخونده مثلا خوش اشتهایی بوده، اینجوری نیست. ایشون میگفت که رو منبر تو ماه رمضان یکی اومد به من گفت که حاج آقا رضا ماه رمضان است، خب روز اولم که آدم تا بیاد عادت کنه که ماه رمضان است طول میکشه تا پیروز میخورده سه حالا نباید بخوره. دو خب ما رفتیم تو خونه و دیدیم گشتمون است و اصلا یادمون نبود که ماه رمضان است و روزه ما اینا. به ضعیفه گفتیم حج خانم که حج خانم 2 تا سیخ کباب درست کن و کباب رو خوردیم و بعد گفتیم خب است یه دوغه هم درست کنیم و دوغه هم خوردیم و گفتیم خب است که یه قلیون هم بکشیم و قلیون هم کشیدیم و بعد دیدیم به 4 تا خونه نیستند و خلاصه تو خونه تن و یه خاک به سرمون هم کردیم و بعد هم دیدیم که بعد هوا هم که خوب است و دیگه کاری نبوده نکنه ها، یه کاری نبوده نکنه، این آخریشه. دیدیم که هوا خوب است و گفتیم خوب است همون نریقا همین تو حوض اصفهان خونه های قدیمی خیلی هست، خوب است یه همین تو قسطمون رو تو حوض بکنیم. پریدیم تو آب و وقتی پریدیم تو آب حتی آقا کلمون پیشونیمون خود کفی زیمین ها. بعد یه وقت بدم ما روزه بودیم، سریع اومدیم بالا که روزمون خراب نشه. حکمی روزه چیه؟ خدا رحمتش کنه. حاج آقا رضا گفت والا روزتون که درسته، ولی من تو عمرم مسلمونی به این خری ندیده بودم. تمام مبتلات صوم و انجام داده، آخری کار تازه فهمیده دیگه. هر کی خطبه قدیر رو بشنوه و بخونه و نگه یا علی دیگه خیلی التماس دا مثل همون رفیق خودمون میشه.